رسول علیه السلام فرمودند تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. معمولا در میان مردم با 4 انگیزه یک دختر و یک زن به نکاح گرفته می شود. هر مرد بر اساس برداشت خودش، بر اساس بینش خودش، بر اساس انتخاب خودش و بر اساس اهداف و مقاصد خودش با 4 انگیزه معمولا با یک دختر با یک زن ازدواج می کند. بعضی ها محض به خاطر مال و ثروت و سرمایه طرف و دختر، همین که خبر می شود و می بیند دختر و پدر و خانواده دختر مال و ثروت و سرمایه بلند و بالا دارد، بدون اینکه دین و اخلاق و تربیت درست او را تحقیق و بررسی بکند، با این انگیزه که هم به برکت مال و ثروت طرف و خسر به اصطلاح ثروتمند شو و مال به دست بیارم، با این انگیزه و هدف با یک دختری با یک زن ازدواج می کند. خیلی ها به خاطر اینکه خانواده اون دختر در میان مردم نام و نشان دارد، شهرت دارد، آوازه دارد، بر اساس قدرتش یا بر اساس قوم و نسبش یا بر اساس مال و ثروتش به یک نحوی بر اساس داشته‌های مادی در میان مردم نام دارد و مردم میشناسد، به خاطر این شهرتش عده می آیند دختری را از یک خانواده انتخاب می کنند و عده فقط به خاطر حسن و زیبایی، همین که یک دختر به یک زن زیبا هست، صورت خوب دارد، حسین هست، بدون اینکه دیانت او را، تربیت درست او را، اخلاق اسلامی او را در نظر بگیرد، به این انگیزه با او ازدواج می کند. اما رسول علیه السلام این 30 تا گزینه را برای ما انتخاب نکرده است. رسول علیه السلام این 4 انگیزه و هدف را بیان کرد، اما گزینه‌ای که ما را به خوشبختی میرساند، گزینه‌ای که در زندگی به ما آرامش میبخشد، گزینه‌ای که در زندگی فضای خانواده ما را در پرتو خیر و برکت و مهر و محبت و اعتماد رقم میزند، اون گزینه را برای ما انتخاب نموده فرموده است فاظفر بذات الدین تربت یداک. و خیلی ها بر انگیزه دینی و ایمانی با یک دختر ازدواج می کند، چون دیندار است، تربیت ایمانی و اسلامی دارد، اخلاق خوب دارد. رسول علیه السلام می فرماید دیندار را انتخاب بکن، با وسیله دینداری او تو واقعا به خوشبختی و عزت و سعادت و خیر و برکت دست پیدا می کنی. بنابراین رسول علیه السلام فقط معیار دینداری و اخلاق زیبای اسلامی را برای انتخاب همسر و همسفر زندگی برای امتان خودش پیام داده است. اذا خطب الیکم من ترضون دینه و خلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه فی الارض و فساد عریض. رسول علیه السلام فرمود ای پدر بزرگوار، ای برادر مسلمان، ای مدیر و سرپرست خانواده اسلامی، همین که به دختر تو، به خواهر تو یک مسلمان، یک جوان به خواستگاری می آید، 2 مورد و 2 چیز و 2 ارزش را در زندگی او بررسی و تحقیق بکن. اگر این 2 خصوصیت و ویژگی را داشت، دخترت و خواهرت را به نکاح او در بیاور، جواب رد و منفی ندی. اون 2 تا ویژگی و معیار اسلامی، اول دینداری هست، اگر التزام دینی دارد، اگر تربیت درست دینی دارد و دوم اخلاق زیبای اسلامی دارد، در میان مردم بدکاره و بدنام شهرت ندارد، وقتی خواستگار می آید دیگر به اقتصاد او نبین، به ثروت و سرمایه بلند و بالای او نبین، به قصر و تعمیر مجلل و زیبای دنیوی او نبین، به موترهای آخر سیستم او نگاه نکن، چون دین دارد. دین همه خوبی ها را به دنبال خود دارد، دین همه خیر و برکت را تولید می کند. دیندار را برای دختر خودت و خواهر خودت به عنوان شوهر آینده اش انتخاب بکن. اگر تو دیدی که اون جوان دیندار هست، اخلاق زیبا دارد، مسلمان خوب هست، اما قصر و تعمیر ندارد، موترهای مدل بالا ندارد، اگر به این خاطر تو آمدی جواب منفی و رد برای اون جوان مسلمان دادی، بدان که
نتیجه این جواب منفی و مادیات خواهی و دنیا طلبی تو فساد وسیع و گسترده می شود که سرانجام دامنگیر خانواده تو هم می شود.